بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد، دوست عزیز، شاگردان گرانقدر، ما و شما در تفسیر موضوع اعتقادی و جلد سوم رسیدیم و جلد سوم تفسیر موضوع اعتقادی مربوط می شود اسما و صفات الله سبحانه و تعالی. صفات و تعریفش میتونیم بگوییم که صفت در لغت به معنای نشانه لازمی می باشد. یعنی یک نشانه وقتی که به یک چیز می باشه او را صفتش میگه. مثلا فلان نفر صفتش چیست؟ بینا هست. ما بینا هستم، یک صفت ما هست، یک نشانه هست در وجود ما. و اما وقتی که صفت جمع میکنیم بگیم صفات. صفات الله چی است؟ صفات الله سبحانه و تعالی صفات کمال هست که مربوط به ذات الله سبحانه و تعالی میشه و به ذات الله متعال قائم است. موضوع اول ما و شما در این درس اهمیت آموزش صفات الله سبحانه و تعالی هست. دانستن صفات الله چی اهمیت داره؟ اهمیت در چی است؟ در تصحیح عقیده انسان اسما و صفات الله جور میکنه. از یک عالم وقتی پرسان کردن که می خلاصه دین بر ما بکن در یک جمله، گفت خلاصه اسلام چی هست؟ خلاصه دین اسلام که نامهای الله را بشناسی، صفات الله را بشناسی و مطابق از او زندگی بکنی. این حال وقتی که ما و شما صفات الله سبحانه و تعالی را میشناسیم بر ما چی منفعت میرسانه؟ اول تصحیح عقیده است که عقیده ما را جور میکنه، اندیشه و فکر ما را جور میکنه، ارتباط ما را با خالق متعال مستحکم میکنه، محبت ما را با الله حاصل میکنه و محبت الله را بر ما حاصل میکنه، عبادات ما، معاملات ما، اخلاقیات ما یا تمام از او تأثیر می داشته باشه. خب اینو میتونیم ما شما در چند نقطه بیان بکنیم. اول، اهمیت آموزش اسما و صفات الله سبحانه و تعالی و صفات به شکل کل که باز ما شما اقسامش رو میخوانیم. این حال اول اهمیتش چی است؟ که شناخت الله سبحانه و تعالی نخستین فرض و واجب ایمانی هست. یعنی سر هر مرد و زن، دختر و پسر با ایمان فرض عین است. فرض عین است که چی کنه؟ که اسما و صفات الله را و الله متعال بشناسه، خصوصا از طریق اسما و صفاتش. الله متعال در قرآن عظیم الشان امر میکنه. امر به معنای وجوب است، معنای فرضیت است. فعلم انه لا اله الا الله. الله متعال میگه علم حاصل کو ای مرد مؤمن، ای زن مؤمن، ای دختر مؤمن، ای پسر مؤمن، علم حاصل بکو که انه یقینا که لا اله نیست هیچ معبود به حق که ذاتش عبادت شوه و احکامش اطاعت شوه الا الله، بغیر از الله. با اساس از این آیت قرآن علم صفات الله سبحانه و تعالی بالای ما و شما فرض و واجب است. دومشی که شناخت الله اصل دین و رکن توحید است. مثلا ما و شما ارکان داریم، اصول داریم. اصل دین و رکن اساسی دین چی هست؟ که ما باید الله سبحانه و تعالی را بشناسیم. یکی از علمای اسلام چه قسم تشریح میکنه؟ میگه معرفت الله اصل الدین. میگه شناخت الله سبحانه و تعالی اصل دین است.
و رکن توحید یکی از ارکان اساسی توحید است. اصل دین شد و رکن توحید شد و اول الواجبات، اول واجبات است. خب وقتی که این اصل دین شد و رکن توحید شد و اول واجبات شد، یه عالم بزرگوار چی میگه؟ میگه و هذه المعرفة لا طریق لنا للوصول الیها الا من خلال اسماء الله و صفاته. عالم میگه همین معرفت راه دیگه نیست که ما به او برسیم مگر از طریق چی؟ اسماء الله و صفات الله. بنابراین اگر ما میخوایم که اصل دین و تهداب دین خوب بشناسیم و رکن اساسی توحید الله را بشناسیم، باید ما اسما و صفات الله سبحانه و تعالی را بشناسیم. امام بخاری رحمت الله علیه روایت میکنه در صحیح البخاری عن ابن عباس رضی الله عنهما. این روایت میکنه از عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما، یقول که عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما میگفت لما بعث النبی صلی الله علیه و سلم معاذ نحو اليمن، میگه وقتی که فرستاد رسول الله صلی الله علیه و سلم معاذ ابن جبل رضی الله عنه رو به طرف یمن من حیث نماینده خود، قال له بر معاذ رضی الله عنه چی گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم؟ یک توصیه برش میکنه. این نماینده رسول الله صلی الله علیه و سلم است. رسول الله، رسول الله یعنی فرستاده الله هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم برای نماینده خود چی توصیه میکنه؟ برش میگه انک تقدم علی قوم من اهل الكتاب، میگه شما اونجا میرین روبرو میشین پیش کی؟ پیش یک قوم از اهل کتاب، اونا اهل کتاب هستن. فلیکن اول ما تدعوهم الى ان یوحد الله تعالی، نخستین چیزی که شما اونا را دعوت میکنین چی هست؟ که توحید الله هست. چرا؟ اساس دین در توحید است. اساس دین در شناخت الله هست. چطور میتونه یک انسان موحد باشه؟ بناهن رسول الله صلی الله علیه و سلم برازی این توصیه را میکنه. یکی از علمای اسلام چی میگه؟ ان معرفت الله تعالی هی احد ارکان الایمان، میگه یقینا که معرفت الله یکی از ارکان ایمان است. بل افضلها و اصلها، بلکه با فضیلت ترین و اصل ترین ارکان اسلام هست. وليس الایمان مجرد قوله آمنت بالله. این عالم چی میگه؟ میگه که ایمان این است که فقط یک کس بگه که آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسوله من غیر معرفته بربه، بدون معرفت الله، بدون از اینکه الله را بشناسه، فقط به زبان خود بگه که آمنت بالله. بل این حقیقت الایمان، بلکه میگه حقیقت ایمان چی است؟ ان یعرف الرب الذي یؤمن به، که این شخص بشناسه رب خدا که به او ایمان داره. بل و یجب علیه ان یبذل جهده فی معرفت اسمائه و صفاته، بلکه باید انسان سعی و تلاش بکنه که در شناخت نامها و صفات الله سعی و تلاش بکنه و کوشش بکنه حتی یبلغ درجه الیقین، تا که به مرحله یقین برسه، به درجه یقین برسه. و بحسب معرفت العبد بربه تکون درجه ایمانه. میگه به اندازه معرفت پروردگارش به می اندازه چی می باشه؟ درجه ایمانش می باشه. هر قدر که انسان الله را زیاد بشناسه به مو اندازه ایمانش قوی می باشه و هر قدر الله را ضعیف بشناسه ایمانش ضعیف می باشه. دیگه پس یه عالم بزرگوار است. سوم نقطه که در اینجا اهمیت صفات الله را بیان میکنه که ما باید رو یاد بگیریم او چی هست؟ شناخت صفات الله سبب محبت
و دوستی الله به این مخلوق میشه. یعنی اگر کسی صفات الله را بشناسه، سبب چی میشه که این شخص باز الله را دوست میداشته باشه. اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم چرا الله را زیاد دوست داشتن؟ به خاطر از که اسما و صفات الله را خوب میشناختن. امام بخاری رحمت الله علیه روایت میکنه، میگه که انا عایشه ان النبی صلی الله علیه و سلم بعث رجلا على سریه. میگه ام المؤمنین یعنی مادر ما و شما، ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها، میگه این روایت میکنه که رسول الله صلی الله علیه و سلم یک شخص بالای یک سریه چی میگه که رسول الله صلی الله علیه و سلم در جهاد اگر خودش اشتراک میکرد امرای مجاهدین، او را باز غزوه میگفتن. اما سریه چی را میگفتن که رسول الله صلی الله علیه و سلم خودشان شرکت نمیکردن، بلکه مجاهدین صحابه را روان میکردن که به جهاد برن. او سریه میگفتن. ام المؤمنین رضی الله عنها میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم یک شخص به حساب امیر یک سریه ساخت و او را به او سریه فرستاد. و کان یقرأ لاصحابه فی صلاته. او میگه چون امیر بود، امیر جهاد بود، این جماعت امامت میکرد. و کان یقرأ لاصحابه فی صلاته. یقرأ لاصحابه فی صلاته معنیش است که یعنی امامت میکرد به مو کسایی که زیر دستش بودن، به این مجاهدینی که همراهش بود در نماز، به اینا امامت میکرد و قرآن تلاوت میکرد در نماز طبعا. فیختم بقل هو الله احد. یعنی هر سوره را که میخوان باز در ختم از او چی را میخوان؟ قل هو الله احد میخوان. فلما رجعوا، وقتی که میگه صحابه رجوع کردن، ذکروا ذلك للنبی صلی الله علیه و سلم. این به رسول الله صلی الله علیه و سلم قصه کردن، گفتن که این فقال، گفتن که این شخص این تو یک امیر ما این قسم عادت داشت که وقتی هر سوره را میخوان، مثلا سوره فاتحه را میخوان، بعد از یک سوره دیگه را میخوان، لم یکن الذین کفروا یا مثلا سوره بقره یا سوره آل عمران، هر سوره را که میخوان باز ختم از سوره اخلاص هم میخوان. انال فقال، میگه پس گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم صلوه، از پیش ازی پرسان بکنید که لأی شیء یصنع ذلک، چرا این کارا میکنی؟ چرا این کارا میکنه؟ فسألوه، از پیش پرسان کردن. فقال امیر جهاد چی گفت؟ گفت لأنها صفت الرحمن. گفت ما ای قل هو الله احد به خاطر ازی میخوانم که در این صفات رحمان الرحیم، صفات الله هست. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. این کامل سوره کلش صفات الله را بیان میکنه، وحدانیت الله را بیان میکنه. از این خاطر من این میخوانم و انا احب ان اقرأ بها، و من دوست دارم که این سوره را زیاد بخوانم به خاطر ازی که در این صفات الله هست. فقال النبی صلی الله علیه و سلم، میگه نبی صلی الله علیه و سلم گفت که اخبروه، بر از این صحابی، بر از این امیر جهاد که امرشان بود خبر بدین که ان الله یحبه، یقینا که الله ایره دوست می داشته باشه، یعنی الله دوستش داره. ببین کسی که صفات الله را بفهمه و مطابق از او زندگی بکنه، الله او را دوست می داشته باشه. چهارمین اهمیت دانستن صفات الله چی هست؟ فرق بین مسلمان و یهود در شناخت و ایمان حقیقی به اسما و صفات الله هست. یک مسلمان چی فرق داره با امرای یهود؟ الفرق بین المسلمین و بین الیهود، یکی از علمای عقیده نوشته میکنه، میگه الفرق بین المسلمین و بین الیهود هو فی الاسماء و صفات. میگه فرق بین مسلمان ها و بین یهودیا در چی بود؟ در اسما و صفات الله بود. چه قسم؟ اذ نسبوا الیه الفقر و التعب و غل الیدین و العجز. میگه یهودیا چون صفات الله را نمیفهمیدن یا میفهمیدن بی‌ادبی میکردن،
ادب مراعات نمیکردن یا درست الله را نشناختن یا نسبت دادن به الله متعال فقر. گفتن ما غنی هستیم، العیاذ بالله الله فقیر است. یا گفتن مثلا الله وقتی که زمین و آسمان یا را خلق کرد در روز هفتم تعب خسته شد، خستگی را به الله نسبت دادن. این کلمات کفر است. و غل الیدین، و دیگه غل الیدین مراد چی بود؟ بخیلی را. پس یهودیا چی کردن؟ این صفات زشت به الله نسبت دادن و الحجز عاجزی را. بنابراین اینا لعنت الله سر از اینا نازل شد. فرق بین مؤمنا و بین یهودیا در چی هست که مؤمنای حقیقی و موحد الله را خوب میشناسه، صفات الله را خوب میشناسه، با تمام صفات الله همون قسم که در قرآن عظیم الشان و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت است به او ایمان می داشته باشه. پنجمی است که شناخت الله از اشرف علوم است. یعنی صفات الله را وقتی که ما شما بشناسیم بهترین علوم است. یکی از علمای اسلام چی میگه؟ میگه ان معرفت الله تعالی هی من اشرف العلوم و اجلها علی الاطلاق. میگه معرفت و شناخت الله از شریفترین علوم و عالیترین علوم به شکل اطلاق هست، یعنی مطلقاً بهترین و خوبترین علوم هست. اذ الاشتغال بفهمها والبحث التام عنها، اذ الاشتغال بفهمها، مشغول شدن به فهم صفات الله، والبحث التام عنها، و بحث کردن کامل در اسماء و صفات الله، هو اشتغال باعلى المطالب. این مشغول شدن است به چی؟ به بزرگترین مطالب. و حصوله للعبد هو من اشرف المواهب. حاصل کردن ازی بزرگترین موهبه، بزرگترین صفت از صفات یک مخلوق است. چرا؟ این شریفترین علوم هست. چرا؟ علم است که موضوعش بسیار عالی هست. الله را میشناسی، صفات الله را میشناسی، نامهای الله را میشناسی، از خاطر این شریفترین علوم است. برای امروز انشاءالله تعالی تا این قسمت ما و شما میخوانیم، باقی ماندهش انشاءالله در درس بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.